بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، المولود سنة 15 و100 وألف، المتوفى سنة 60 و 200 و 1000. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از شرطهای نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی که در سال 1115 تولد شده است و در سال 1206 هجری در سن 91 سالگی وفات کرده است. الله رحمتش کند. ما و شما یعنی که حالا نیز در شرطهای نماز می باشیم. باختصارا اول شیخ الاسلام گفت که شروط الصلاة 9: الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ما شرط اول گذاشتیم و شرط دوم را گذاشتیم. امروز ان شاء الله شرط سیوم را میگیریم. میفرماید که الشرط الثالث یعنی الشرط سیوم التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، هذا الحديث صحيح لغيره، جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من طريق سوار بن داود، وقال وكيع داود بن سوار، والصواب الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا سند حسن، فإن سوارا حسن الحديث، وكذا هذه السلسلة من أصلها حسنة إذا ثبت السند إلى عمرو بن شعيب. يعني مهم شرط سيوم از شرطهای نماز این التمیز است. معنای تمیز این به زبان روسی اتلیچیت نیواز رساس میگن، یعنی که یک سن سالی که سیاره از سفید فرق میکردگی، به همین معنا. دیگه یگان معنا کردن نمیتونه به زبان تاجیکی. تمیز این بلاغت نیست، فهمید؟ سن بلاغت نگفته شده است. تمیز گفته یعنی یک سن سالی را میگویند که در همین سن سال انسان یا که بگیم فرزند چیکار میکند؟ خوب از بد و سیاه از سفید فرق کرده میتواند. این اتلیچیت نیواز رساس میگویند به زبان روسی. و ضده الصغر که عکس این چی میباشد؟ خرد، کودک. و حد این 7 سالگی است، یعنی همین سن تمیزی کدام سن است؟ گفته مانند میگه که 7 سالگی است. ثم یؤمر بالصلاة، بعد از آن در سن 7 سالگی فرزند را یکی کودک را به نماز خواندن امر کرده می شود. بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که مروا ابناءکم بالصلاة ل7، یعنی فرزندان خود را در سن 7 سالگی به نماز خواندن امر کنید. در سن 7 سالگی به نماز خواندن امر کنید. واضربوهم علیها ل10، به خاطر نماز شده فرزندها را در سن 10 سالگی لت کنید، زنید. یعنی کن مثال گیریم، معلوم شده است که تا سن 10 سالگی ممکن نیست فرزند را زدن، فقط به نصیحت و به وعده خوب، وعده های راست دادن و تعریف کردن، یعنی کار میکنه که از سن 7 سالگی اساسا نماز یاد گیرن تا سن 10 سالگی. اما سن 10 سالش و در سن 10 سالگی باشن، اون وقت برای خاطر نماز ترک کردنشون یا که تأخیر یا نقصان کردنشون باید که شما اونا را لط کنید اگر گپ نگیرن. فهمیدید؟ خب اکنون زدن اون معنا ندارد که بعضی کسا فرزندان را چیکار میکنن؟ زنید گفته، حدیثا گفته فوتبالشو میکنن. نه، با یکی بزده میشکنه، یکی چشمش دوانده میبره از کورپسش. نه، خیلی نمیبره داره. یعنی چون علت نمیکنه که سیاه نشود، میسوگیرم ترسد. فهمیدید؟ و فرقوا بینهم فی المضاجع، و خوابگاه فرزندان را در جایگاه جدا کنید، یعنی که پسرها را از دخترها، دخترها را از پسرها در این سن سال جدا جدا خواب کنیدتون. یعنی مهم یعنی که با خصوصا دعوی نباشن، اگر پسر باشن اگر یا که دختر باشن در زیر یک کورپه خام نروند، جدا جدا باشن. فهمیدید؟ این حدیث صحیح هستی در نزد امام محمد و نزد ابو داود و غیر دیگر جان آمده است. و دیگر لفظ هم آمده است، لیکن شیخ
البانی حدیث صحیح گفتگی است. نه خیال میکنم که کفایت میکنیم. انشالله بعد از آن شرطی چهارم علاهده میگیریم، زیرا که کمتر درازه و اذیت کردن ندرسته. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.